سال 1911 ایتالیا از خلافت عثمانی لیبیا را ضبط نموده گرفت و کالونیاهای کیرنیکی و تریپولیتانیا را تشکل نمود. مستملکه‌داران ایتالیایی نسبت اهالی لیبیا غارتگری، کشتار و تجاوز می‌کردند. اینچنین مقاومت کنندگان را با اسلوب‌های شدید خاموش می‌کردند. مردم را به لگرهای متمرکزانیده شده از کالون دور جمع می‌کردند تا اینکه آنها در آنجا از گرسنگی و بیماری هلاک می‌شدند. جواباً به این لیدران نشانی سوفیانی سنوسیا قواهای خود را با عثمانی‌ها یک نموده بر مقابل تجاوزکاران مستملکه‌دار مقاومت را شروع نمودند. مقاومت خلقی لیبیا را علیه ایتالیا مدرس نشانی سینوسیا عمر مختار سروری نمود. عمر مختار در شرق کیرنیکی تولد شده است. او در دانشگاه سنوسی شهر جغبوب تحصیل گرفته است. مدرس قرآن عمر مختار اینچنین با دانستن استراتژی و تاکتیک جنگی صحرا بسا خوب شناس بود. او محل را خیلی خوب می‌دانست. از این رو در جنگ علیه ایتالیایی‌ها خیلی برتری داشت. مختار شخصاً چندین بار گروه‌های کردی شورشگران را سروری کرد و بر ضد ایتالیایی‌ها حمله‌های با موفقیت گذراند. افسران مختار خیلی ماهرانه دسته‌های پیشقرار را حمله کرده کمین‌ها تشکیل می‌کردند. اینچنین خط تأمین و علاقه ایتالیایی‌ها را می‌کندند. افسران ایتالیایی از تاکتیک جنگی پارتیزانی او دم بسته می‌شدند. عمر مختار در مدت 20 سال حرکت شورشگران را علیه استیلاگران ایتالیایی سرداری کرد و در سن 70 سالگی به اسیر گرفته شد. استیلاگران ایتالیایی مختار را به دادگاه کشیدند و در نتیجه او در نزد عامه به دار آویخته شد. دادگاه قرار خود را اعلان نمود و گفت: دادگاه حربی ایتالیایی شما را به قتل حکم می‌کند. عمر مختار به او جواباً گفت: حکم و قبول قرار از آن الله میباشد. حکم باطلی شما و دادگاهتان یگان اهمیت ندارد. ما از الله هستیم و به سوی او باز میگردیم. ایتالیا نظارت لیبیا را همچون کالانی خود تا بر همخوری رژیم فاشیستی موسولینی در سال 1943 نگاه داشته است.